درود به همه عشقای چنل. امروز اومدیم با هم دیگه کلی فینیشر ببینیم از کشتیگیرهای مختلف و در آخر یه نتیجه بگیریم ببینیم کدوم فینیشر از همه بهتره. فینیشرهای ریسکی که کشتیگیرها با جونشون بازی میکنن خیلی هوادار داره. خب حالا یه لایک روی ویدیو بذار تا با قدرت بریم جلو. کشتیگیر شماره اول اسمش هست راکر رودریگز که اسم فینیشرش هست چینگانا بام و فینیشرهایی مثل راک باتم و چوکسلم باهاش مقایسه میشه. فینیشر راکر رودریگز به نظرتون چطوره؟ من که میگم مالیده است، چون کشتیگیرهای سنگین وزن رو نمیتونه بگاییده کنه و اینجور فینیشر رو اکثرا کشتیگیرهای غول مالیده میکنن. به این فینیشر از 10 بهش 5 میدم چون اصلا جذابیت نداشت. و اما کشتیگیر بعدی، کاسه گوزتون رو جمع کنید، کسکونا رو جمع کنید که براک لزنر همیشه در کمین است. براک در از سوپر فینیشر میزنه که اسمش هست F5. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدی یه لایک بذار و بگو چه فینیشرهای شبیه به فینیشر براکه. از نظر من فینیشر خوبیه و براک به درستی ازش استفاده میکنه و قدرتشو هم داره که کشتیگیرای غول رو هم خواردار کنه. به فینیشر براک از 10-8 میدم فقط به خاطر داداشم لزنر. و اما کشتیگیر بعدی AJ استایل، دو تا فینیشر خیلی خوبی داره و به درستی استفاده میکنه. اونی که از روی تناب میپره اسمش هست فور آرم و فینیشر دیگهش که اسمش هست استایلز کلش و خیلی اجرا کردنش سخته و ریسکی. به خاطر همین چون کشتیگیرهای آماتور و کسموتور نمیتونن بزنن ممنوع کردنش. خب شما هم تو کامنت ها بگید تا اینجا چه نمره ای رو به این فینیشرها تا الان میدید. من به AJ 8.5 رو میدم. و اما کشتیگیر بعدی لیو مورگان هست که اسم فینیشرش هست اوبلووین. لیو مورگان از نظر من یه فینیشری داره که زیادی به خودش زحمت نمیده و فینیشرش جوری هست که باید هر دو کشتیگیر با هم همکاری داشته باشن و به نظر من تمام کننده خوبی نیست اگه بخوایم بر اساس واقعیت حساب کنیم. من به فینیشر لیو مورگان نمره 4 از 10 رو میدم چون خیلی خوب نبود جنده خانم. و اما کشتیگیر بعدی اسمش هست درو مکینتایر که از ناکجا آباد اومده و پول ژیلت نداره پشمای سینه‌شو بزنه، ولی فینیشر هجومی و باحالی داره که توی چندین حالت میتونه ازش استفاده کنه. به عنوان مثال آرکیو از رندی، وقتی طرف از آسمون هم بیاد رندی میتونه بهش آرکیو بزنه. درو مکینتایر هم همینطور. پس به همین دلیل به نظرم فینیشر خوبیه و همین که توی شرایط مختلف اجرا میشه میتونه جذابیت داشته باشه. پس نمره 9 رو از 10 میگیره این فینیشر. کشتیگیر خانوم بعدی اسمش هست جیجی دولین که جیجیاشو ولو کرده و میخواد وسط رینگ واسه ما فینیشرشو بزنه تا ما نظر بدیم. اسم فینیشرش تاکسیک دراپه و بعد اینکه فینیشر رو بند میکنه بلافاصله به رول تبدیل میشه که فقط میتونم بگم این جیجی دولین به جا فینیشر اسم خوبی داره و نمره 3.5 رو بهش میدم تا دهنش بگاییده بشه. و اما کشتیگیر آخر، ما رفیع دنیای کشتیگج مثل شیر فینیشر میزنه. فینیشر تاریخی آرکیو از رندی اورتون که به یکی از نمادی ترین فینیشرهای تاریخ رسلینگ به شمار میاد و رندی تونسته توی هر حالتی فینیشر رو بزنه و جذابیت فینیشرش رو بالا ببره. من خودم هوادار فینیشر رندی هستم. نمره 10 رو میدم. اگه ویدیو رو تا اینجا دیدی لایک کن و کامنت بذار تا ازم حمایت بشه تا ویدیوهای بیشتری بذارم. و اگه هنوز منو ساب نداری ساب کن، زنگوله هم بزن که هر روز ویدیوهامو ببینی. دمت گرم اگه تا اینجا دیدی 2 تا قلب بذار تا بفهمم. تا ویدیوی بعدی شما رو به آرکیوهای رندی اورتون میسپارم.